سلام به شما دوستای عزیز کالافازم، خوش اومدید به یکی از خفن ترین ویدیوهای چنل من. و اینکه امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطوری شما گست لجندی که تازه اومده رو به صورت کاملا رایگان با یک روش فوق العاده بگیرید که این روش خود کال آف دیوتی موبایل گفته داخل توییتر. و اینکه حالا من این روش رو به شما به صورت حرفه‌ای توضیح میدم و بهتون میگم. پس جایی نرید و با من همراه باشید و یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و چنل رو ساب کنید. دم همتون گرم و این ویدیو رو شما به درستی انجام بدید و با دقت ببینید که یه وقت اشتباهی پیش نیاد. بریم سراغ این آموزش. خب دوستان گلم، شما برای گرفتن این اسکین گاس لژندری جدید به صورت کاملا رایگان اولین کاری که باید بکنید اینه که وارد مرورگر گوشی همراهتون بشید. دقیقا مثل من. حالا مرورگر من فایرفاکس، شما میتونید با کروم یا اصلا مرورگر خود گوشی سامسونگ یا اگه گوشی آیفون دارید با سافاری، با هر چی که دارید میتونید وارد بشید و اینکه اصلا مشکلی نداره. خب وقتی که وارد مرورگرتون شدید، یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، اینم خیلی مهمه، حتما هم وی پی ان گوشیتون رو وصل کنید. و اینکه حالا مهم نیست توی کدوم کشوری وصل میشید، ولی حتما باید وصل باشه، چون که این روش بدون وی پی ان کار نمیکنه و اینکه خیلی مهمه. خب وقتی که این دوتا کار اوله که بهتون گفتم و انجام دادید، اینجا شما میاد داخل قسمت جستجو برای حالا جستجو یا ورود آدرس. اینجا شما بعد بنویسید که ردیم، دقیقا مثل من اینطوری ردیم کد کال آف دیوتی موبایل. به این صورت نگاه کنید، شما دقیقا همینو می نویسید و اینکه میزنید که بیاد. خب یکم صبر میکنیم و بله همونطور که دیدید به صورتم اومد. اولین سایتی که میاد سایت خود کال آف دیوتی موبایل هستش که دقیقا زیرش به صورت سبز نوشته و اینکه شما میزنید رو سایت خود کال آف دیوتی موبایل به این صورت. و اینکه این روش هم رفقا اصلا بند نداره. حالا من توی ویدیوهای قبلیم خیلی پرسیده بودن از من که این روش های ردیم کدی و اینا بند داره یا نه، و منم که میخوام بهتون بگم اصلا هیچ بندی نداره و شما نگران هیچ چیزی نباشید، هیچ اتفاقی نمیفته. خب وقتی که شما وارد این سایت میشید، همونطور که میبینید اینجا بر شما 3 تا قسمت داره و اون بالا هم که زبانشه و اینکه زبان متاسفانه فارسی هم داخلش نیست، وگرنه فارسیش میگم که به فارسی هم شما ببینید که ما همین انگلیسی رو انتخاب میکنیم. وقتی که اینا رو اوکی، حالا اینم لازم نیست اصلا به شما بگم، همونطوری گفتم که بدونید. خب این 3 تا قسمتی که میبینید، قسمت اول آیدی عددی بازیتونه که برای پیدا کردن آیدی عددی بازیتون شما وارد پروفایلتون میشید، همونجایی که قاب و عکس و اینا رو عوض میکنید و اینکه اون پایین قشنگ برای شما آیدی عددیتون رو نوشته و اینکه یه گزینه گذاشته که شما کپیش کنید که من کپیش کردم و الان دقیقا نگاه کنید پیستش میکنم. خیلی ساده، نگاه کنید بهتون نشون بدم. اینم از اینم آیدی عددی من همونطور که مشاهده میکنید. و اینکه تو قسمت پایین این چیزی که دقیقا من مینویسم و شما بنویسید و اینکه به درستی هم بنویسید که اشتباه نشه. خب شما اینجا باید بنویسید که با حروف بزرگ گست، نکنید همین اسم گسته هستش و اینکه مینویسید 2021 دقیقا چسبیده و فاصله هم نمیذاریم و اینجا میتونید لجند دقیقا همینو مینویسید و اینکه دیگه کار خاصی نمیخواد بکنید. میاد تو قسمت پایین این کدی که این گوشه هست رو میزنید تا نشون بده که شما ربات نیستید. حالا خیلیاتون هم شاید سوال براتون پیش بیاد که این کد چیه که بهتون گفتم، برای اینکه تشخیص بده که شما ربات نیستید. و اینکه این قسمت های پایین هم زیاد مهم نیستش و حالا نمیخواد ذهنتون رو درگیر کنیدش. و اینجا شما میذارید روی گزینه زرد وقتی که کارتون تموم شد و اینکه اینجا باید صبر کنید تا این جایزه خفن بر شما بفرسته. و حالا امکان داره که مثلا بین حالا 3-4 روز یا مثلا برای بعضی همون ساعت میده، برای بعضی مثلا 1 ساعت اونورتر فرق میکنه در کل، و برای بعضی هم امکان داره که اصلا نده. بستگی به شانس شما داره و اینکه هر چقدر شانستون بهتر باشه امکان گرفتنش بیشتره. و شما حتما با رفیقاتون این کار رو انجام بدید، یعنی بهشون بگید که این کار رو انجام بدن و اینکه این ویدیو رو بهشون شیر کنید و بفرستید حالا داخل تلگرام و واتساپ یا هر جایی که دارید. لینک ویدیو رو میتونید بگیرید و برای همه بفرستید.
و اینکه این کار حتما انجام بدید چون که خیلی روش خفنیه برای گرفتن این گاست خفن و خودتون هم دیدید که خود منم گرفتمش و الان بهتون نشون میدم در ادامه کار. وقتی که شما اینا رو زدید حالا وارد دوباره بازی کال آف دیوتی تون میشید. بریم وارد کال آف بشیم و بقیه‌شو براتون توضیح بدم. خب دوستان، وقتی که شما وارد بازی کال آف دیوتی تون میشید به داخل قسمت میلا یا همون پیاما و همونطور که میبینید این گاست لجند برای شما اومده، بسیار ساده و راحت. و اینکه الان من بهتون اینجا هم نشونش میدم، نگاه کنید 100% تضمینی این روش. و اینکه بریم یه دست مچ مولتی هم بهتون باز نشون بدم اونجا هم و اینکه قشنگ ببینیدش. نگاه کنید اینم از گاست لجند ما که به راحتی و سادگی گرفتیمش و حالشو بردیم. نگاه کنید چقدر باحال قشنگه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و اینکه رفقا حتما این ویدیو رو لایک کنید تا اینکه این ویدیو بیشتر شیر بشه و اینکه افراد بیشتری ببینن و یاد بگیرن. تا یک ویدیو خفن دیگه، خدا یار نگهدار همتون باشه.